خب مرحله بعدی ساخت محصول و تست فروشگاهمونه. بریم که این قسمت رو کامل کنیم. توی این قسمت، تو قسمت محصولات، همه محصولات رو کلیک میکنیم. اینجا میگه آماده واسه اینکه یه محصول جدید بسازی. هم میتونیم از این قسمت افزودن محصول جدید رو بزنیم، هم میتونیم از این قسمت، و اگر هم تا حالا محصول نداشتیم که از همینجا میتونیم خیلی راحت یه محصول جدید رو بسازیم. ما افزودن رو کلیک میکنیم که بریم واسه شما یه محصولی جدید براتون بسازیم. خب من میام اسم واسه محصولم انتخاب میکنم. اینجا گوشی آیفون 12. اینجا میام توضیحات مربوط به این گوشی رو کامل اینجا میدم. میتونم از این قسمت خیلی راحت دبل کلیک کنم، بولدش کنم، وسط چین کنم، بزرگش کنم، تگ بهش بدم و کلی کارهای دیگه که میتونیم ازش استفاده کنیم. بهترین گوشی سال برای تمامی کاربرها. و این قسمت هم بنویسم توضیحات تکمیلی. دیگه اینو باید خودتون آموزش ببینید، کار کنید تا دستتون بیاد واسه محصولاتون. این قسمت ما توضیحات کوتاه داریم. اینجا فقط می نویسم که ببینید توضیحات کوتاه رو. توضیحات کوتاه چیه؟ مثل رم گوشی، رم 12 مثلا، رمش 256، هارد مثلا 5 گرم، رنگ مشکی، و حالا هر توضیح دیگه که داریم. و اینا کلا در جمع باشید که این قسمت کدوم بخش هستش. محصول هم میتونیم اینجا مشخص کنیم که چه محصولی هستش. حالا ما فعلا مجازی میذاریم که مراحلش خیلی راحت تر باشه. قیمتشو میذاریم مثلا 5 میلیون تومان و تخفیف خورده شده 1000 تومان به همین راحتی. و حالا این هم زمان بندی میتونیم بکنیم که تا چه تاریخی میتونه این تخفیف برای ما باشه. تصویر محصولمون رو اینجا میذاریم. اگر دارید عکس اینجا قرار میدید، اگر ندارید بارگذاری پرونده رو میزنید که ما از قبل حالا اینجا میام یه عکس براش انتخاب میکنیم. اینجا یه عکس رو انتخاب کردیم، تصویر محصول رو میزنیم، یعنی اون تصویر اصلیه. و این قسمت گالریه، یعنی دیدید یه دونه عکس از یه گوشی هستش، از زاویه های دیگه گوشی هم عکس داره. واسه همین این قسمت میتونید زاویه های دیگه از گوشی اگر دارید، مثلا این، و دوباره از این قسمت میایم حالا عکسایی که من از قبل دانلود کردم این قسمت، و در نهایت رنگای دیگه یکی دیگه هم انتخاب کنم، مشکیش. صبر میکنیم که این تکمیل بشه که اضافه کنیم به گالریمون که کامل بشیم. خب مثل اینکه اینو دوبار گذاشتیم. از کنیم اینو. اینم از این. افزودن به گالری رو میزنیم. اینجا هم ما یه گالری داریم که 3 تا عکس فعلا داخلشه. میتونیم مشخص کنیم که اول کدومو نمایش بده، بعد کدومو نمایش بده. این قسمت خیلی راحت میتونیم بگیریم بکشیمش، بذاریم اینجا جابجاش کنیم که اول مثلا این باشه. حالا من میخوام اولی مشکی باشه دیگه. این و دسته بندی هستش که دسته بندی میگم آقا جزء کدوم یکی از دسته ها باشه.
دسته اینجا براش توضیح میدیم، داتا تعریف میکنیم براش، جزء دسته‌بندی اصلی باشه یا نه، که این قسمت ما دسته‌بندی ها رو باید از قبل درست کنیم که این توی آموزش‌های اصلی کامل گفته شده. خب بریم واسه تست محصول. همونطور که میبینید اینجا این لینک پیوندی که داریم، این لینکی که داریم اینجا گذاشته شده و خیلی راحت ما میتونیم این لینک رو کلیک کنیم، در اختیار مشتری قرار بدیم که این فروشمون داشته باشیم. قبل هر چیزی این پیشنمایشو میزنیم که ببینیم محصولمون به چه شکل قرار گرفته شده و چجوری قراره از این محصول استفاده کنیم. خب به همین راحتی ما یک محصول خیلی حرفه‌ای و خوشگل اینجا داریم. آیفون 12 که میتونیم موضوع ببینیم روش بدون که هیچ کاری کرده باشیم. اینجا قیمت مشخص شده و توضیحات کوتاه. میبینید که این توضیحات کوتاه داره. افزودن استفاده خرید مثل خیلی از فروشگاه‌های حرفه‌ای میتونید 2 تا ازش بخرید، 3 تا بخرید. فعلا من یه دونه میخوام. دستم که مشخص نکردیم هنوز. اینجا باز عکسای دیگه ای از این گوشی رو ما میتونیم اینجا ببینیم توی این قسمت، همون عکسایی که گذاشتیم، زاویه های دیگه ای از این گوشی. و اینجا هم توضیحات تکمیلیه. اینجا گوشی آیفون 12 بهترین گوشی، توضیحات تکمیلیه و نظرات هم اینجا داریم. خب به همین راحتی افزودن به سبد خرید رو میزنیم. خب این به سبدمون افزوده شد. اینجا مشاهده سبد خرید رو که بزنیم میتونیم این خریدمون رو کامل کنیم. خب اینم سبد خرید ما، گوشی آیفون 12. قیمت که تخفیف اومده 1000 تومان. چقدر خوب میشون اگه اینقدر بود، حتی $1000 هم نیست متاسفانه. و ادامه جهت تصویه رو کلیک میکنیم. اگه کد تخفیفی باز داریم اینجا میزنیم. خب اینجا میتونیم اینجا خیلی راحت نام خانوادگی و هر چیز دیگه‌ای که هست رو اینجا ما قرار بدیم. اگر حضوری هستش که ها فعلا کاری با این قسمت نداریم. اینجا ظریف‌هامون هم که اوکی شده اومده و در نهایت ثبت سفارش رو کلیک میکنیم. البته اینجا گفته که باید اینا رو پر کنیم. من اینا رو موقت پر میکنم و ثبت سفارش رو میزنم. خب وارد زرینپال ما شد و توی این قسمت ما خیلی راحت آدرس وبسی داتا، شماره کارت و اون مواردی که هستش رو ما اینجا میذاریم. خب تکمیل رو که بزنیم، never، تکمیل خرید. خب سفارش شما دریافت شد. اینم از سفارش من به این صورت، گوشی آیفون 12 و حالا این مشخصاتی که هستش. حالا بریم داخل خود پیشخوان ببینیم که چه اتفاقی افتاد، یعنی برای من مشتری کجا رفت و کدوم قسمت هستش که ما میتونیم اینو دریافت کنیم. تو پیشخوان که وارد میشی، خب همونطور که میبینی یه سفارش جدید واسمون ثبت شده که حالا اینجا خیلی راحت به اون نمایش داده میشه که سفارشام به چه صورته و وارد سفارشمون میشیم. این سفارش ثبت شده، در حال انجام، در حال رسیدن. 3 دقیقه قبل ما اینو خرید کردیم و 1000 تومان به همین راحتی پرداخت شد. تا اینجای کار ما اومدیم خیلی راحت یک فروشگاه ساختیم، درگاه درست کردیم، محصولاتمون داخلش گذاشتیم و خیلی راحت دیدید که به همین راحتی خریدمون انجام شد و تکمیل شد. حالا تا اینجای کار یاد گرفتیم که خیلی راحت و خیلی حرفه‌ای تو کمترین حالت شما بتونید یه درگاه داشته باشید و مستقیم خریدتون رو انجام بدید. خب حالا نباید ذهنتو من بذاری فقط روی این قسمت و به همین آموزش اکتفا کن. باید خیلی بیشتر و حرفه‌ای‌تر باید یاد بگیری، چون واقعا این آموزش‌ها ته نداره. من اومدم مثلا تو سایت، توی پیج خودم دوره‌ای که تکمیلی هست رو اینجا گذاشتم و به همین صورت میتونم اینجا این لینکی که اینجا میخواست رو استفاده کنم بذارم برای اینکه بتونم بیان دوره منو بخرن. اینجا گذاشتم و خیلی راحت میتونم اینجا کسب درآمد کنم. و در رابطه با این دوره همونطور که میبینید برای اینکه یاد بگیرید این کلیت سایت رو و حرفه‌ای بخواید توش عمل کنید، میبینید چندین فصل داره که حالا اگر این ویدیو رو الان
تماشا کنید متوجه میشید که چه چیزهایی قراره یاد بگیرید و خیلی حرفه‌ای‌تر و خیلی راحت‌تر میتونید اینجا کاراتون رو انجام بدید و خیلی حرفه‌ای‌تر میتونید اون چیزی رو که نیاز دارید رو انجام بدید و بتونید بازخوردهای خیلی خیلی خوب بگیرید، چون خیلی راحت شما میتونید با قالب‌های مختلف که ما هزاران تا قالب داریم میتونید هر قالب رو نصب کنید، دموهاشو بذارید و خیلی راحت فقط متنهاشو عوض کنید، عکساشو عوض کنید و نیازی نیست که کار خاصی بکنید. اگر هم خواستید که یه چیز حرفه‌ای منحصر به فرد درست کنید، باز تو این آموزش‌ها کامل گفته شده، اینو ببینید. بعد بریم برای ادامه صحبت. اگر صاحب کسب و کار هستی باید خدمات و محصولات رو آنلاین کنی و اگر شغلی نداری باید کسب و کاری رو انتخاب کنی که به اینترنت مربوط باشه. اون موقع همه به مهارتات نیاز پیدا میکنن. من اینجام که بهتون یاد بدم که چجوری 0 تا 100 سایتتون رو طراحی کنید بدون اینکه کد نویسی بخواد و اینکه چجوری تو نتایج گوگل دیده بشید. بهت یاد میدم به صورت اصولی و حرفه‌ای پیج اینستاگرام تو راه بندازی و محصولات رو داخل اون معرفی کنی. یاد میگیری چجوری پستاتو طراحی کنی و با برنامه‌های مثل فتوشاپ و پریمیر و همچنین اپلیکیشن‌های گوشی تولید محتوا کنی. یاد میگیری یه سایت رو چجوری با ابزارهای آنلاین آنالیز کنی و رتبه‌اش رو بسنجی و با روش‌هایی که بهت یاد میدم بتونی از رقبات جلو بزنی. خب این ویدیو رو هم که کامل دیدید، ببینید واقعا شما بعد از اینکه یاد گرفتید که یه سری از کارها رو انجام بدید، نیاز دارید که حتما تو زیباسازی سایتتون، فرم سازی، بحث های اینستاگرام مارکتینگ، اینکه اصلا سئو چیه و چرا بهش نیاز داریم و چطور میتونیم سایتمون رو سئو کنیم تو نتایج دیده بشیم و تمام اون چیزایی که قسمت مهم شما سعی کردم که قسمت های مهم شما سعی کردم توی این ویدیو توضیح بدم که به دردتون میخوره. اینکه چه قالبی استفاده کنید که کامل اینا بهتون داده میشه و اینکه چطور بتونید ازش بهترین نتیجه رو بگیرید، اینا رو کامل تو دوره جامع و مسائل نخبه مقدم در اختیارتون قرار دادم که اصلا هم نگران قیمتش نباشید. یه تخفیف خیلی خیلی خوب میذارم و توی همین اپلیکیشن، یعنی اپلیکیشن وبسی، بهتون کد تخفیف داده میشه یا اینکه بهتون اعلام میشه که شما میتونید از این دوره با قیمت خیلی 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 خوب استفاده کنید. امیدوارم که این آموزش امروز کاربردی بوده باشه براتون و تونسته باشم کمکتون کنم که بتونید یه فروشگاه خیلی خوب و حرفه‌ای واسه خودتون طراحی کنید. یادتون باشه که حتما باید تمرین کنید، باید تکرار کنید تا بتونید بازخورد خیلی خوبی بگیرید و بتونید به اون نتیجه‌ای که میخواید برسید. موفق باشید.